اختلاف پیامبران با اقوامشان چه بود؟ بینندگان محترم، الله عزوجل علت بعثت همه انبیا را دعوت به توحید و مبارزه با شرک معرفی می کند. اما آخوند قزوینی می گوید دشمنان انبیا در خداشناسی و توحید با پیامبران مشکلی نداشتند، بلکه مشکل آنها به خاطر نپذیرفتن برگزیدگان الهی بوده است. بحث استفا هست. ببینید یکی از این دوستان عراقیمون یک کتابی دارد، خیلی قشنگ کار کرده. تمام اعتراضهایی که بر انتخاب الهی در تاریخ صورت گرفته دونه دونه تمامی اینها را آورده. اختلاف میان هابیل و قابیل روی استفا هست. برای شما اختلافی که در قضیه حضرت داوود سلیمان هست اینه، حضرت موسی، حضرت عیسی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این تمامی اینها اشکال سر این است به انتخاب خدا ما اعتراض داریم. به خود خدا خیلی کار نداشتن. بله، به خود خدا کار ندارن. الله عزوجل در قرآن کریم می‌فرماید ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و به یقین ما به میان هر امتی پیامبری را فرستادیم تا به مردم بگویند الله را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید. از این آیه مشخص می شود رسالت همه انبیا دعوت به توحید و مبارزه با شرک بوده، اما ظاهراً از دیدگاه آخوند قزوینی همه این مشرکین موحد بودند، البته از نوع توحید آخوندی. الله متعال می فرماید لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. و همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم و او گفت ای قوم من، الله را بپرستید، شما معبود بر حقی جز او ندارید. همانا من بر شما می ترسم که دچار عذاب آن روز بزرگ شوید. اشکال سر این است به انتخاب خدا ما اعتراض داریم. به خود خدا خیلی کار نداشتن. بله، به خود خدا کار ندارن. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. و به سوی عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت ای قوم من، الله را بپرستید که جز او معبودی ندارید، شما دروغگویانی بیش نیستید. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. و به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت ای قوم من، الله را بپرستید که معبودی جز او برای شما وجود ندارد. اشکال سر این است به انتخاب خدا ما اعتراض داریم. به خود خدا خیلی کار نداشتن. بله، به خود خدا کار ندارن. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم و گفت ای قوم من، الله را بپرستید،
شما معبود به حقی جز او ندارید. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون. آنگاه پس از آن مردمانی دیگر پدید آوردیم و پیامبری از خودشان به میان آنان فرستادیم که فقط الله را بپرستید، زیرا جز او معبود به حقی ندارید. آیا نمی پرهیزید؟ خب بابا توی یک شبکه ماهواره این چرندیات و این کفریات رو مطرح نکنید، آبروی خودتون میره، خودتون مفتضح میشید.